تو بچگی بیشتر از اینکه از گم شدن بترسم از پیدا شدن میترسم، چون وقتی پیدا میکردن طوری میزدنم که صدای ارعر. آقا ولش کن، بغض راه گلومو بس. حالا هم چند سال دنبال توافق دویدیم، الان بیشتر از نرسیدن به توافق از خود توافق. آقا ولش کن، بغض بیشتر راه گلومو بس. دکتر چه کنم؟ الان از همین وضعیت میکشمت بیرون، نترس. در معیت یار بی همتای تنگناهای هراس آور نظام، شارژر آمپر بالای باتری های از دور خارج، پماد سوختگی های عمیق استراتژیکی که کاری نداره نظام تو چه باطلاقی گیر کرده، ماشین استراتژیکی خودشو تو جاده های پرپیچ و خم میرونه و پشت رول تخم ژاپنی میخوره و پوستشو فوت میکنه تو جاده. شرمنده اخلاقتم. برنامه امروز رو با هدیه استراتژیکی من به آقای دکتر شروع می‌کنم. شرمنده تر، رد کن بیاد بینیم. در حالی که نظام از چپ و راست و 4 سمت زیر فشار و دخلش داره در میاد، هیچ سوالی راجع به این فشارا نمی‌کنه. قربون دستت، یه جوری از خجالتت در میام بالاخره. چون نمیخوام دکتر رو بذارم زیر منگنه. ولی مثل این ظریف مشهد نکنی که گفت نمیخوام عضو رو بذارم زیر منگنه، منگنه رو گذاشت زیر عضو. نه، من اونجوری نیستم. هیچ چیزی از وضعیت بشر نمیپرسم. آفرین. انگار نه انگار که قطعنامه شورای امنیتی هم بوده. انگار روسیه هم پشت بشار رو خالی نکرده. تو عراق هم تظاهرات ضد نظام نشده. انگار مالکی هم سر و برو گنده است، جای تیپا هم رو پشتش نمونده. قشنگتر از اون یمن اصلا وضع نوچه‌های نظام خراب نشده. تو آمریکا هم توافق اتمی ضایع نشده. تو مجلس خودمون هم سگ صاحب خودشون میشناسه. پارچین هم که لو نرفته. ظریف هم این مزخرف رو نگفته که داشتیم تو پارچین راه سازی میکردیم نه پاک سازی. مشنگ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض کردم، بله میفرمودن 3 تا دزد نصف شب رفتن دزدی، صابخونه بیدار شد، پریدن تو 3 تا گونی تو زیرزمین قایم شدن. صابخونه اومد چک بکنه ببینه تو این گونیا چیه. یه لگد زد به اولی، صدای آهن پاره از خودش در آورد، گفت دیلینگ. یه لگد زد به دومی، صدای نون خشک از خودش در آورد، گفت خش خش. زد به سومی، صدایی نیومد، شک کرد، چند تا لگد پشت سر هم زد همینجوری به این گونیه. آخرش دزده شاکی شد، گفت لامصب واسه چی میزنی؟ آرد که صدا نداره. روشن شد یا همچین بذارم که صدای نون خشک قاطی با آهن پاره بدیم. حالا یکی نیست بذاره تو دهان این ظریف مشنگ بگه آخه این چه چاخان کردن مشنگیه. دکتر من از خودتون بارها شنفتم که هیچ خری آدم نیست، اما بعضی آدما خیلی خرن. آره ولی خب دیگه حسنم سر رفت، اون هدیه استراتژیکی رو بده بیا. آی دکتر اینایی که گفتم همون هدیه استراتژیکی بود که نمیخوام در مورد هیچ کدومش سوال و جواب کنم. دکی با این هدیه دادنت، ولی خب باشه پس دیگه برنامه تمومه دیگه، بریم خونمون. نخیر یه سوالو بالاخره اجازه بدین که برای حفظ ظاهرم که شده بپرسم ازشون در مورد جنگ مقام عظمای ولایت با حاج آقا رفسنجانی. دکی ناکس هدیه استراتژیکی این بود. بیا برگردیم همه اونایی که پوز دادی و نپرسیدی بریز رو میز، ریز بریز یکی از من بپرس، اما همین یکی رو بیخیال شو. اصل بدبختی نظام که همینجاست که این هفته قبلیش تگ حاجی رفسنجانی بود که هوک سنگین رو ورداشت گذاشت زیر پوز و چونه مقام عظما، گفت آمریکا که خوب شده، انتخابات قبلی هم که تقلب بوده، او حق و ناس هم که میگفتی از خودت کلمه‌شو میگیرم میکوبم پس کله خودت. هفته بعدش که توش هستیم پاتاک عظما بود که اون مهدیچونو چپوند گوشه هلفدونی، بعدم اون لاریجانی مشنگو انداخت به جون حاجی رفسنجانی. کدومشون آیشون چند تا لاریجانی مشنگ داره؟ بابا فرقی نمیکنه که همش عین همه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن به چوپونه، گفتن این گوسفند چقدر شیر میده؟ گفت سیاه رو میگی یا سفیده؟ گفتن سفیده. گفتش که بابا این نره شیر نمیده. گفتن خب سیاهه. گفت اونم نره. داشتم میگفتم که عظما و حاجی رفسنجانی هر کاری میکنن اسمش سخنرانی و روزخونی و مجلس شعر و این حرفاست، رسمش پیاده کردن فک هم دیگه است. استفاده ابزاری میکنن برای همین دعوا. حکایت همون یارو است که رفت فروشگاه لوازم یدکی، گفت ببخشید چماق زیر صندلی نیسان سمت راننده دارید؟ فروشنده رفتن تو زیر زمین بیرون نمیاد، نورم که بهش میتابه جیغ میزنه.
حالا میفهمم مقام عظما چه درایتی داشت که 20 سال پیش فتوا داد که گوشت کوسه حلاله. حالا باید بفهمی که کوسه چه کینه ای داشت که 20 سال بعد فتوا میده که گوشت عظما حلاله. برگردیم به وضعیت مقام عظما تو منطقه. وضعیت مقام عظما رو من سربسته بهت میگم. سالها کار استراتژیکی به من یاد داده که حرف و هیچ وقت رک و پوست کنده نباید زد، چون همه خاصیتش تو پوستشه. اینطوری بگم که روزگار عظما الان طوری شده که فردا تو جهنم هر بلایی بخوان سرش بیارن یه گوشه لم میده و میگه خب اینم که تکراری بود، بعدی. آقای دکتر شما بازم مثل همیشه نمک میپاشین رو زخم این بدبخت. من نمک پاشم رو زخم این بدبخت؟ تو این همه زخمایی که برداشت کنه تو بودی که برداشتی گفتی که یمن اینطوریه، سوریه اینطوریه، عراق اینطوریه.